گردیم که لودور در کارمون بازم شروع کردیم بخیر. خداوند توفیق بده در دنیا و آخرت. دیگه اینا زحمت میکشن اینجا بخش منطقه اینی بهترین وقت در بحر روزاری سپرده میشه. همین زنگوله منگوله رو شور بدیم بخش آدم انشالله این موفق شنه. سلام بیننده های عزیز، خدا کنه که جور باشین، وقتشون خوش باشه، ایام بکامش باشه، انشالله که موفق باشین، جور باشین، در هر گوشه از نقاط از دنیا که هستین جور و سلامت باشین. دوستای امروز همدم اینجی امی زمین فوتبال از مو که کارشی به اساسی کمبود بودجه بود به تعویق افتاد دیگه. اینالی بخیر نیم سال بازم این دوستا میگردیم که لودور در کارمون بازم شروع کردیم بخیر. خداوند توفیق بده که ایره بخیر بتونیم به پایان برسانیم و بچه‌ها بتونن از این استفاده کنه. در ضمن میدان فوتبال خوبی داره که دوستا ایره متوجه باشین که جوانا خدا نخواسته از اعتیاد این چیزا رو میاره در ورزش، خیلی یک ثواب کلانه. در ضمن ایره که میفهمیم که جوان یک وطن سرمایه یا یک وطن همین جوانای باز بخصوص از هر مناطق از هر قریه ای کسته اینمی خودش یک سرمایه دوستا. اینی نادی جان ما یادی امروز آمدیم که بخیر اینجی ویدیو بگیریم. دیگه که یک سلام دعا کنیم. سلام دوستا، امیدوارم که جور صحتمند سر حال باشین. دوستای عزیز امروز آمدیم ما در میدان فوتبال هر کار شروع شده دیگه. یشمون دوستا بیننده باشین. لودور طرف قسم دو طرف کار مونه دوستا. ما آمدیم که ویدیو بلشیم بگیم دوستای عزیز دیگه از میدان کار شروع شده انشالله دیگه. ما دوستا ما رو بیننده باشین دیگه. ما طرف میدان مونه. دوستا توی که میگردیم دیگه اینه بخیر میدان نفرام مونده این برای شروع کار بیان ده. سلام علیکم. علیکم سلام. جمع تو جور خوب بخیر تکلای شما شیخ. مامای خود جور بخیر جور خوب است. شکر فضل خدا سلامت باشید. بله دوستا طبقی که میگردین این میا که هستم مسئولین قریه یا خداوند یارو خیر بده. آقای سخایی، آقای مرادی واقعا خیلی زحمت میکشن. آقای هاشم همین کلانا در کل بیا اینجا جی بشیر دیگه واقعا زحمت میکشن. دست زیاد درد نکنه، خداوند یارو خیر بده در دنیا و آخرت. دیگه اینا زحمت میکشن اینجی بخش منطقه اینی ریش سفیده به خاطر جوانا که خدا نخواسته جوانا در اعتیاد روی نیرن ورزش کنن. دیگه نیم روز هم همده من لودورم که میگردیم کار مونه دیگه اینا منه بیچارگو از کار و بار خود زدن به این وقت کار واقعا کار خیلی زیاده. چطور ممای بخیر در وقت دیگه کل دیگه کار و بار خیلی کردن همدن اینجی خدمت مونن که باشتم زمین فوتبال جور شدن تا بیتونیم دوری دوم یا سوم تورنمنتی امی ایدی قربان رو انشالله اگه به خیر خدا خواست که جور شنه همینجا برگزار کنیم. چطور ممای؟ بخیر خوب. نالتون یک سلام ملام کنم دوستا کسایی که ما شما رو میگردن دور از منطقه دور از وطن در خارج. من سلام عرض ادب دارم خدمت تمام بینندگان عزیز. کسایی که در بیرون هستن چه در داخل هستن و این یوتیوب یا چینل فضلیا را تعقیب میکنن دنبال میکنن و انشالله که جور باشین و صحتمند باشین دوستا. طبق که شما میبینین این میدان فوتبال کارش آغاز شده و انشالله که در زودترین وقت در بحر روزاری سپرده میشه. و یک خواهش کوچیک من از دوستا دارم، اونایی که در رأس هستن اونایی که در بیرون هستن در داخل هستن اگر تونستن یک همکاری با ما بکنن که امیر بتونیم به طور صحیح و معیاری درست کنیم. دیگه خواهش دوی ما است که همی چینل و یوتیوب آقای فضلیار را امیر حمایت کن، لایک کن، سابسکرایب کن، هم زنگوله را شور بدین. دیگه حمایت شما باعث این میشه که آقای فضلیار بتونه فیلم های خوب، تصویرهای خوب را بر شما در نمایش بگذاره و شما بر شما انشاءالله یک تنوع موجود میه و میتونین که حداقل یک دیدار از طریق فضای مجازی
یک دیدار داشته باشین با وطن. اونایی که از وطن دور هستین، من میفهم که شما شایق دیداری وطن هستین و یک دریچه و یا یک پول ارتباطی بین قریه و منطقه و شما دوستای بیرونی هست که از این کانال و از این طریق میتونین شما اگر حمایتش کنین، اگر سبسکرایب کنین، لایک کنین، زنگولهش تکان بدین، این با کار خود تشویق میشه و بیشتر انگیزه برش ایجاد میشه که امی کار پیش ببره. و شما هم که من مطمئن هستم که تشنه دیدار وطن هستین، کمک کنم همکاری که آقای فضلیاره. دیگه انشالله هر جایی که هستین جور باشین، صحتمند باشین. در ارتباط از این میدانی که تصویر میتونین ببرید طرف چند دست این میدانی که ما خدمت دوستا عرض کنم که میدان فوتبال در تقریبا استاندارد بین المللی است. 100 متر درازیش میه، 70 یا 80 متر هم برزی میه. یک میدانی ما ساختم که انشالله در آینده در سطح اروپا که نه، در سطح ولسوالی نه. مامای گفت که از باشگاه بارسلونا که در کلام خب ما او رو گفتم. آره این انشالله یک میدانی ساخته میشه که ما بتونیم دوستای ولسوالی جغتو حتی از ولایت غزنی را فوتبالیستا را جذب کنیم اینجا که بیاین و فوتبال خود در اینجا دایر کنن. انشالله که نمونه و جوره زیرا ما در این ولسوالی جغتو هنوز نه جور شده و نه جور خواهد شد. از لحاظ فضا بگه، از لحاظ فضای باز بگه، از لحاظ از که یک جای گوشه را ما انتخاب کردیم دیگه، از لحاظ از که میدان استاندارد جور میشه دیگه. انشالله یک میدان معیاری ما بر دوستا انشالله تحویل میدیم دیگه. انشالله جور صحتمند باشین، انشالله کامیاب و موفق باشین. ولی دیگه دوستای نخواهی که بخواهد کار شروع شده فرم دقیقا سال خواهدش تو مامای جنازه ولی ما شاید 40 سال بکشه چیزی در خوب نرمه نه؟ نه ولی نرمه در بین خوب کار منه، این کار منه او گوشه؟ من موشین یک کمک نه ولی خوب کارم کرده رئیس از او اسکواتور کرده همین لودور خوب کارم نه ولی ما برایش گفتم خب گفتم حداقل این یک رقم کار که اگر ما بودجه رسیده اون بگشن. آره نه دیگه رسید دیگه سر رسید دیگه او گفتیم که از اون طرف ادامه ندید زیاد دور نرو خود ما بسنم خادی جان زیاد دور نرو که آقای مرادی از پیش سر میاد. آقای مرادی آقای مرادی هم یک ما که ما در اختیار آقای مرادی قرار میدیم. آقای مرادی هم سلام کن دوستایی که بیرون از بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت همه دوستا و عزیزایی که بیننده هستند. انشاءالله در هر کل زمینی که هستین جور صحتمند باشین و کامیابی و موفقیت شما را خداوند بزرگ تعالی می‌خواهیم جور صحتمند باشین. دیگه این میدان فوتبال دوستا که بیننده این میگردین که انشاءالله کار آغاز شده. خدا مهربانه که در پایان برسه و شما کمک کنین. از شما دوستان کمک می‌خواهیم که ما را باید کمک کنین و در ضمن زور آقای فضلیار همین زنگوله منگوله رو شور بدیم بخشی که آدم انشالله این موفق شنه. آره دیگه جور و صحتمند باشین انشالله. آره دریچه که مثلا شما میتونین کسایی که وطن بینگرن این کانال میتونین بینگرین فضا و محیط اینال یعنی پشت سر مو در بگراند که بینگرن یعنی قریز مویا یعنی کشتکار از این منطقه دیگه مومنه در بینی پارچگاک دوستایی که منطقه را بلدن بینی پارچگاک دمی بینی پارچگاک یعنی من زمین فوتبال ایجاد شده یعنی من بخیر جور میشه. خیلی یک ساحه خوبه از قلات دوره مزاحم کس نیه. اگر از بیرون سر از هر جای ولسوالی جغتو با اینجا بازی کنه مزاحم نیه برای جای هیچ کس ندارد برای هیچ کس مزاحم هم نیه. دوستایی که از منطقه اینه خواستم کسی کمک کنه دیگه خیر دنیا و آخرت چون بشه میتونن کمک چون واقعا همین مردم افتاده دیگر ولی این کار خیره کار ثوابه. یگان نماز عید اینجا بخیر برگزار شه فوتبالا یگان خیلی جای خوبه یگان تجمعمون مردم کلا منطقه میشنن اینجا سخنرانی جای خیلی خوبه نه جای خیلی اساس جای ماشاءالله ایت جای است که در رضای خدا بود آماده شد با بخیر تصویر میگردین. آره بخیر یکی چی رقم یک جای باید حالا لحظه بخشش ویدیو میگیریم ملی که شما کسایی که دور از منطقه این بینگردین که چی کار مون موفق باشین. سلامت
دوستا دیگه اینی رو که میگردین اینجا باین اینی دارن تا اینی حدود را نشانی کردن که تا اینی حدود را دوستا اینی سنگ رو که میگردین از این علاقه باش کیلو دور ما اینی سنگ که میگردین قمی درازای از زمین برش یا هرش یعنی سادی در 80 گرفتن خیلی خوب جایه یعنی لودور هم گپ زدن نمیفهم خبرم ندارم دقیق که سادی چند گپ زدن چون ما واقعا این دفعه در جریان نبودیم تو خبری دقیق نداریم که سادی چند گپ زدن ماما امیر سادی چند گپ زدن چند 2100 2100 بله دوستا این دفعه ایرم که گپ زدن ساتانه پیشنهاد دفعه اجاره دادیم نه دیگه او هم در اجاره تمام روز میگفت نمی صرفه فلان خب بالاخره علاقه در چند موتر خواب اوردم و حساب کرد چند بطی از مو که داشتیم او هم برد قده خون دیگه حساب کردیم او همو پیسه که برد همو قدر کار کردت مامای آره خاطر که در موتر حساب میکردیم همو قدر کار همو کار کردت دیگه خو خیر او نمیتونست او لودور واقعا کار نمیتونست چی اسکواتور منتها اینی لودور خیلی خوبه یکی بهار زمین خیلی نرمه این سال برفباریش زیاد بوده برف اگه بوده نبوده باریش خیلی زیاد بوده زمین ها واقعا نرم شده این ما لودور قدر راحت کار نکه گیل خم بود جور کتده و البته دوستا جا دارد که از با استفاده از تریبیون تقدیر تشکر کنیم از اون دوستایی که در سالهای قبل در این میدان فوتبال با ما همگام بودن همکاری کردن واقعا ما مدیون تک تکشان هستیم مدیون همکاری هایشان هستیم بازم ما خواهش ما از دوستایی که در بیرون هستن اونایی که ما رو میبینین تصویر رو میبینین یک مقدار نیازی به بودجه هست که ما با کمبود بودجه مواجه هستیم دوستا لطف کنن یک مقدار همکاری کنن که همین میدان انشالله به طور صحیح اعمار شود حالا دوستان میگم که آقای دوست خیلی معطیلی که میگویی تقریبا بخشه که بگیم که رئیس انجمن مملکتی خیلی کردم و در ضمن خزانه‌دار زحمت مشاهده مرادی در طول مستقبل واقعا زحمت ما را نوامنی کم شده قیام ما به لسان دور باشد واقعا که آنها را حمایت می‌کنند بسیار زیاد تشکری می‌کنم در این دوستا بچه هم که ما این مریض خداوند شفا بده دعا کنیم دوستا به دعایش نیاز دارد که شما دعا کنیم و ما به خیلی داران گفتیم که برای خیر و منفعل انجام میدیم خداوند خودش رحم مونه خداوند خودش خیرسازه دیگه شما دوستا میخواهیم که دعا کنیم که خداوند امور شفا بده سلامت باشین دوستان که اینجا تصویر باشین که این دوستایی که لودور که کار کنیم یعنی لودور کار انمیل ذکریا جان هم یک مصاحبه بحثه جای رقم وحکت نه ای از دیده که به مراتب بهتره نه؟ یکی خیلی کارفام هم هست فکریت است سیکو هر دفعه که مبره خود را اگر کشمونه باز خط خوره دیده روست مونه خیلی کارفام هایی از اول هم جهود علمی حساب کردم درش گفتم خب گفتم استاد ما بودجه ما کمه شاید بودجه ما یاری نکنه ما میدان دایی کلانی بسازیم خودی از لیت کمی همو خبر کارمونی همو را آماده بازیش هم نه مامای ما که یالی حدس میزنیم سن کار از یک سینیم نه خوی نه ایدو رسید ایدو همین روز مستنه با امید خدا آره
خب بازم ببینیم نه خوب که از اون طرف زیاده او طرف خیلی زیاده. خب مقصد کار خیلی مبرح خب مونتا هر دیگه بیشه دیگه تقریبا یک میدان فوتبالی چیز جور بشه. سادگک جور میشه احیانا اگر بودجه ما دوستا همکاری کردن تقاضا کرد تکمیل مونیم، اگر نکرد میکم شد برای فعلا دیگه سال دیگه سال میگه آستا در سال داینده مثلا چی تصمیم دارین کلا شما کلان عضو شوراهایی که هستین چی تصمیم دارین که مثلا چی کارهایی درباره زمین کنین؟ ولی ما در آینده تصمیم داریم که یک تصمیم گرفتیم که زمستانا خب بخیر چون جوانا کلی بیکار اونمو سهر میبینی سبزه اینجا برما نمیره هم یک چای یک در یک بزنیم خب اون ساحه او داره او داره اون مشخصه علمی دور تا دور زیر نیالکاری کنیم این خیلی سرسبز شود سرسبز شونه همی تماشاچی ها که به اینجا بیشنه زیر سایه هم خیلی خوبه نه؟ حتی ما نمازهای عید خود میتونیم دیگه همینجا برگزار کنیم بخیر تا بهترین جای یکی از کلام گوشه نه؟ از کلام گوشه هر کس بیای مزاحمت کار کسی مزاحمت هم جایش بهترین جای دیگه انشالله که میده در چارچوب رسید همی دارد همی چارچوب زیر بگر دوستا اونو علاقه ای که میگردین که خاک رفته بازم یک مقدار شوتر ماره چون نمیفهم 80 متر یا 90 متر خلاصه بازم همی گیل شو ماره اونو علاقه اون تا اندازه از موتورسیکل اون دو علاقه ای که هسته این خاک از شو ماره ای تا اوار میشه یعنی خیلی کلان یک میدان خیلی خوب جور میشه خداوند کسایی که زحمت میکشن خداوند یار خیر بده که بخش جوانا کار مونه البته جدا از این که ما نیال شنیار میشنیم ما پیشنهاد دیگه هم دادم پالوی زی باید صدقه جاری هم ما داشته باشیم پوی سرش یک دانه توت باید شانده شود توت هم خیلی مردم بتونه خوب باشه استفاده کنه نه اگه اینجا بخیر چاده یا برمده که او باشه موشه او کار ساده او قدر این انشالله که به غیر از که دور نیال گرفته میشه در فاصله چند متر یک دانه توت درخت توت خیلی خوبه یک صدقه جاری هم هر کس استفاده کنه ازش یعنی دور ازی بال زیر نمومی این همیتر میزین یا نه مثل زود دوریت بلند مونه نه او نه داخلی خب برو بسیم که بلند شد خب این خاک ریت پس جب میده تو بلند نیده نه از پوش سر مگر کنه خب اونمون یک بند است شیو قدر چیز نداره سرگاه نداره نه طرف کشیم نه طرف سرگاه نداره خب این سرگاه کمه باز این که اگر چهار زده شد این برای شاباس فایده آفرین خودش یک بند میشه خودش یک بند او قصه و نامه یکی مثلا نیر بوبره امی بس پشتار کمی تا دیلو دور این خاکی تا بلند کنه ولی سر هم گفتم که حداقل به اندازه یک کنیم متر تخت تماشاچی بیشنه دیده بیکنه بخیر امسال دیگه بخیر دهید چیزی هم نمانده شاید 40 روز هم قصه مانده نه؟ آره دیگه بخیر امسال هم اینجا دیگه برگزار کنی تورنمنت رو بخیر یعنی علاقه خوب گیل نظر داودا اون در سنگچه نه؟ خوب کده ما هم شو من اسمو بود ما گفتم فهمیدی؟ گفتم شیرنیت هست زحمت کوشش دیگه قصه نداره سالا کش از رفت خوب کده که تلویزیون باشش جور شد چمان گرفتن جور کشونه اگر پیسه هم نتمن غیش کنه که وطن دور است یه مسافر است بیاید دقیقا از آن دفعه دفعه نفت خب دوستای عزیزی بود از ویدیوی زمین فوتبال که گرفتیم برایشون نشر کردیم تا ویدیوهای بعدی خداوند یار و نگهدار تک تکشون باشه دوستا دیگه لایک سابسکرایب یادشون نره چینل از ما رو حمایت کن در حمایتشون نیاز داریم بسیار زیاد تشکر از اینکه تا این لحظه تا این دم را ما رو حمایت کردین تشکر ویژه داریم از دوستایی که ما رو حمایت